گر همی خواهی شوی از آتشی دوزخ نهان، برمدی مصطفی و مجتبی بگشا زبان. آن رسول هاشمی، آن شافی روزی جزا، آن شفاعت خواه امت پیشوای مومنان. بشنویدش کین یکی اعجاز او، کس شنیدم تازه گردد مر تو را رو روان. در دم شش مرد کافر بود جهود، دولتی بسیار داشتی هم کنیز و چاکران. لیکن دشمن بود مصطفی را لحین، بغض احمد داشتی اندر میان مغز و جان. شان جهودک را یکی همسایه درویش بود، در حقیقت بود و فارغ از سود و زیان. پیرو دین نبی بود و به طاعت روز و شب، بود با شوق مولودی احمد در جان. تا که زر بودش نمی کرد هیچگاهی و دریغ، سال به سال مولودی احمد بکردی آن جوان. چون که از مال جهان در دستشان چیزی نمان، بینوایی می کشیدن روز و شب آن مومنان. آن جهودک را کسی از حالشان آگاه کرد آن مرد مسلمان را در آن شب میمان. نان بخوردند و به هم دیگر بکردندی سخن، آن جهودک در میان آورد رمزی امتحان. گفت برگو ای مومن تو از احوال خود، تا چگونه میگذرانی روز و شب میکن بیان. گفت از احوال درویشی خود چیزی بگو، تر همی شد روی آن مومن ز آب دیدگان. گفت برنارا جهودک زین سخن بشنو ز من، آنچه من گویم بکن وارسته گردی از غمان. روز دین مصطفی برگرد دین ما گزین، روز دین مصطفی برگرد دین ما گزین. روز و شب خوشنود باشی با عیال و خاندان، بیشمارت زردم نعمت فراوان مر تو را. روز و شب خوشنود باشی با عیال و خاندان. آن جوان گفتا معاذالله نگو با من چنین، کی بگردم من ز دین خواجه پیغمبران. گر نبودی یقین نعمت که خوردم من ز تو، سینه‌ات را پاره می کردم به خنجر این زمان. آن جهودک گفت جوان را کین بکن کاری دیگر، دختری داری به خانه بس حسین و نوجوان. تو به من بفروش آن دختر بکن دینت هدا، نظر مولودی احمد را بکن در این زمان. آن جوان گفتا جهودک را مرا دستور دی، تا بگویم با عیال خود من این راز نهان. پس برفت و با عیال خود بکردندی سخن، زن او را گفت زینار ای مرد مومن الامان. تا که نفریبد تو را ناگاه شیطان لعین، از برای این جهان برباد ندی آن جهان. من به درویشی و بی چیزی تو قانی شدم، برنگردی از محمد پیشوای انس و جان. آنچه باب و مادرش می گفت دختر می شنید، با پدر گفتا برو فکری دیگر کن این زمان. رو مرا بفروش در بازار فردا ای پدر، تا نماند بر شما تن جهودی بدگمان. مادرش گفت جان مادر چون که بفروشم تو را، بی تو آرامی دلم نبود با عالم یک زمان. کی کسی دیدی که فرزند خودش بفروخته، تو جدا از ما بگردی ما جدا از تو چسان. دخترک گفتا فدا کردم بر احمد جان و دل،
هر دوشان گشتند از گفتار دختر شادمان. روز دیگر مادر و دختر بکردندی وداد، سوی بازار آمدند همراه باب خود دوان. گفته با دلال تو بفروش فرزندی مرا، سعی کن تا شهریان از تو خرندش این زمان. دخترک را آن زمان بابش بری دلال داد، هیچ کس نخرید او را در دمشق از شهریان. منتظر بود مشتری نوجوانی در رسید، از سوی بصره یکی مردی یمینی نوجوان. زربری دلال داد و زو خرید، چون که ورا دست او بگرفت و گفتا میبرم در بصرهان. دخترک گفت زینهار ای بابا، اگر مادر مرا جوید ز تو، قصه یعقوب یوسف کن ز من پیشش بخوان. خودم میدانی که یار و غمگسارش من بودم، چون بود بر سوی فرزندان خیال مادران. قدر آن مسکین بگشتی که از غم دختر کمان، با لب خشک و دو چشمی تر به سوی خانه شد. ضرب پیشی زن نهاد و کرد رازی دل حیان. مادری دختر چو زن را دید دختر را ندید، ها از جانش برآمد همچو آهی بی دلان. گفت از برای فراحتی ما رنج خود کردی قبول، شاد باش ای دختری پاکیز دین پاکیز جان. این بگفت و نعره زد، بعد از آن بیهوش شد، همچو مرغی نیمه بسمل می تپید در خون تپان. چون که شد بیهوش آن زن شوهرش گفتا که یا رفت فرزند و زر و اردو شدم بی خانمان. ای خدای دادگر ای سالی شمس و قمر، داری از عالم خبر ای دستگیری بی کسان. از برای مصطفی فرزند خود بفروختم، یا الهی این خبر از من به پیغمبر رسان. بعد از آن از صدق مولودی پیغمبر بپخت، داد خیراتی به مسکین و غریب و ناتوان. مرد بازرگان کنیزک را به سوی خانه برد، با کنیزی دیگرش بسپرد خود شد او روان. هم در آن خانه که میمان داشت آنجا او بخفت، بشنوید از معجزات مصطفی ای مومنان. چون که برناشد به خواب وانگه چنین در خواب دید، که این خرامان شد به چشمش خواجه پیغمبران. طلعه تندی با او روشنتر از شمس و قمر، گیسوی مشکینش افتاده به روی ارغوان. میخرامید ترد او آن صدر و بدر کائنات، همچو ماه 14 برگرده بود ستارگان. گفت با برنامه‌ام که این خواجه پیغمبران، حاجت افتاده مرا ای مرد زیبای جوان. آن کنیزک را که دی بخریده ای با من فروش، یا به من بخشش برای خالق هفت آسمان. گفت برنا یا رسول الله ندارم جان خود از تو دریغ، مر کنیزک را کجا مقدار باشد در جهان. روز محشر تو مرا از خالق یزدان طلب، گفت پیغمبر یقین باشد تو میشو شادمان. گفت سید شد قبولم تو را آزاد کن، بی تو نگذارم قدم اندر بهشتی جاویدان. همزرین بود و جوان از خواب خوش بیدار شد، تا سحر اندر تفکر بود آن زیبا جوان. پس بشد روز و برفتن نزد دختر شادمان، گفت برگو زال خود در نزد من اکنون عیان. دخترک اظهار کرد احوال باب و آنجا بود،
چون که بشنید آن جوان شد آب چشمی او روان. گفت من آزاد کردم تو را باری رسول، شب به خوابش دیدم و خواندم تو را از خود عیان. از طفیل تو بدیدم من جمال مصطفی، شاد باش ای دوستدار مصطفی و خاندان. داد 100 دینار دیگر گفت آزادی ز من، دخترک رفت سوی خانه همچو بادی دودوان. مادر دختر چو دختر را بدید و شکر کرد، گفت ای ساری توی دستگیر جمله بی کسان. از برای مصطفی کاری بکردیم این چنین، رنج ما ضایع نکردی ای خدای غیب دان. بیترین پیغمبران است ای برادر گوش کن، کی کند از بار پیغمبر کسی هرگز زیان. معجزات مصطفی گوید ثنایی روز و شب، شاد باش ای مدح گو مدح خوان و مدح دان. هر که این معجز بخواند یا که او را بشنود، یا الهی از غم ایام دارش در امان. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة و علیه السلام.